از کجا بگم؟ از چی بگم؟ چقدر بگم؟ خندوندم و گفتم، داد زدم و گفتم، آرام حرف امام زمان رو گفتم، التماس دور کردم و گفتم، دیگه چه جوری بگم؟ چی از جون امام زمان میخوایم ما؟ چی از حجت ابن الحسن میخوایم؟ ما که از غم کشتیمش دیگه. اگه خانم میای مهدیه، اگه جوان عزیز امام زمانی، حجابت رو، نگاهت رو، قیافت رو، موبایلت رو، کامپیوترت رو، ماشینت رو، خونت رو، اتاقت رو، زندگی تو امام زمانی کن. در هر ماشین رو باز میکنی ببینی یه عروسک سگ یا یه عروسک گربه زیر آینه هاتونه. به کجا دارید کشیده میشید؟ قدیم وقتی مردم ماشین میخریدن یه ونگکادی، یه عبا صالحی، یه چارقلی، نه موبایلامون بوی امام زمان میده. چی کار دارید میکنید؟ این همه گناه کردیم، به کجا رسیدیم؟ روسیا دختر خاله با پسر خاله میرقصه، محرم و نامحرم قاطیه. دختر شیعه رو سلوخ عروس کرده، قزک کرده، آرایش کرده، با بدن برهنه جلو این همه نامحرم. وقتی بهش میگیم تو کی هستی؟ میگه من شیعه امام زمانم. امام زمان اینجوری میگه دختر شوهر بده؟ میگه دست از این دمدمی ازشتون وردارید، به خدا برید روی این آیه 8 سوره زمر جوونا کار کنید، امشب برید روش فکر کنید. خدا نمیگه پیغمبر به اینا بگو بیان با من رفیق بشن، قل تمتع به کفر که قلیلا، میگه بهشون بگو بابا اگه با شیطون میرید با شیطون بمونید. من شما رو نمیخواستم ناراحت کنم. گاهی آدم به اینجاش میرسه به خدا، یه چیزایی تو دل من نمیتونم بگم. بعد به من میگه ای کاش من کربلا بودم، حسین رو یاری میکردم. برای حجت ابن الحسن چیکار کردید که اگه زمان حسین بودید برای حسین میگردید؟ قرآن میگه فاذا مس الانسان ضر دعانا. وقتی به گرفتاری میرسید خدا خدا میکنید. وقتی ما منت سرتون میگذاریم گرتون رو وا میکنیم، بهت میگن چی شد حل شد، میگی خودم